تراک 60 صفحه 369 آیات 104 و 105 سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه خواستید از پیامبر خواهش کنید، شمرده تر سخن گویید تا بهتر حفظ کنید. با تعبیر راعنا تعبیر نکنید، چون این تعبیر در اصطلاح یهودیان نوعی ناسزاست و آنان با گفتن آن پیامبر را مسخره می کنند. بلکه بگویید انظرنا و نیکو گوش دهید و کافران را عذابی علیم است. آیه 104. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. نه آنها که از اهل کتاب کافر شدند و نه مشرکین هیچ یک دوست ندارد که از ناحیه پروردگارتان کتابی برایتان نازل شود، ولی خداوند رحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص می دهد و خدا صاحب فضلی عظیم است. آیه 105. بیان یا ایها الذین آمنوا الی آخر. این جمله اولین موردی است که خدای تعالی مؤمنین را با لفظ یا ایها الذین آمنوا الی آخر خطاب می کند که بعد از این مورد در 84 مورد دیگر تا آخر قرآن این خطاب را کرده و در قرآن کریم هر جا مؤمنین به این خطاب و یا با جمله الذین آمنوا تعبیر شدند منظور مؤمنین این امتند و اما از امتهای قبل از اسلام به کلمه قوم تعبیر می کند، مثل این که فرمود قوم نوح او قوم هود سوره هود آیه 89 و یا فرموده قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه سوره هود آیه 28 الی آخر و یا به لفظ اصحاب تعبیر کرده و از آن جمله می‌فرماید و اصحاب مدین سوره توبه آیه 70 و اصحاب الرس سوره قاف آیه 12 و در خصوص قوم موسی علیه السلام تعبیر به بنی اسرائیل و یا بنی اسرائیل آورده است. سوره طه آیه 47 و 80. پس تعبیر به لفظ الذین آمنو تعبیر محترمانه است که این امت را بدان اختصاص داده. چیزی که هست دقت و تدبر در کلام خدای تعالی این نکته را به دست می دهد که آنچه قرآن کریم از جمله الذین آمنو در نظر دارد غیر آن معنایی است که از کلمه مؤمنین اراده کرده. از آن تعبیر افراد و مصادیقی را منظور دارد و از این تعبیر افراد و مصادیقی دیگر را، مثلا مصادیقی که در آیه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون ای مؤمنان همگی به سوی خدا توبه برید سوره نور آیه 31 اراده شده، غیر آن مصادیقی است که در آیه الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم
ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. آنان که عرش را حمل می کنند و هر که پیرامون آن است پروردگار خود را به حمد تسبیح می کنند و به وی ایمان می آورند و برای آنان که ایمان آوردند چنین طلب مغفرت می کنند که پروردگارا علم و رحمتت همه چیز را فرا گرفته. پس کسانی را که توبه کردند و راه تو را پیروی نمودند بیامرز و از عذاب جهنم حفظ کن پروردگارا و در بهشت‌های عدنشان که وعدهشان دادی درآر، هم خودشان را و هم پدران و فرزندان و همسران ایشان که به صلاح گراییدند که توی یگان عزیز و حکیم اراده شده است. سوره مومن آیه 8 که استغفار ملائکه و حاملان را نخست برای کسانی دانستند که ایمان آوردند و سپس در نوبت دوم جمله کسانی که ایمان آورده اند را مبدل کرد به جمله کسانی که توبه کردند و راه تو را پیروی نمودند. و این را هم می‌دانیم که توبه به معنای برگشتن است. پس تا اینجا معلوم شد که منظور از الذین آمنو همان الذین تابوا و اتبعوا است. آنگاه آبا و ذریات و ازواج را بر آنان عطف کردند. و از اینجا میفهمیم که منظور از الذین آمنو تمامی اهل ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیستند و چنان نیست که همه را ولو هر جور که باشند شامل شود، چون اگر اینطور بود دیگر لازم نبود آبا و ذریات و ازواج را بر آنان عطف کند، زیرا عطف در جای صحیح است که تفرقه و دوییتی در بین باشد و اما در جایی که جمعی در یک غرض در عرض هم قرار گرفتند و در یک صف واقع هستند دیگر عطف معنا ندارد. این تفاوت که گفتید در میان تعبیر به الذین آمنو و تعبیر به مؤمنین هست. از آیه والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین. کسانی که ایمان آوردند و ذریه‌شان هم پیرویشان کردند ما ذریه‌شان را به ایشان ملحق می کنیم و از اعمالشان چیزی کم نمی کنیم. هر کسی در گرو کرده های خیش است. سوره طور آیه 21 نیز استفاده می شود. چون ذریه مؤمن را ملحق به الذین آمنو دانستند نه در صف آنان، معلوم می شود ذریه مصداق الذین آمنو نیستند، چون اگر بودند دیگر وجهی نداشت که آن را به ایشان ملحق کند، بلکه الذین آمنو شامل هر دو طایفه می شود. در اینجا ممکن است کسی بگوید چه عیبی دارد که جمله و تبعتهم ذریتهم را قرینه بگیریم بر اینکه مراد از جمله الذین آمنو همه طبقات مؤمنین نیستند، اما نسبت به طبقه بعدی و مراد به جمله دوم همه طبقات دوم از مؤمنینند. در جواب میگوییم بنابراین همان جمله الذین آمنو شامل تمامی مؤمنین در همه نسل‌ها می شود. دیگر حاجتی به ذکر جمله دوم نبود و نیز حاجت و وجهی صحیح نیست برای جمله و از اعمالشان چیزی کم نمی کنیم الی آخر، مگر نسبت به آخرین نسل بشر که دیگر نسلی از او نمی ماند که این طبقه ملحق به پدران خود می شوند و چیزی از اعمالشان کم نمی شود. ولکن هرچند این معنای معقولی است، اما سیاق آیه با آن مساعد نیست، چون سیاق آیه سیاق تشریف و برتری دادن طبقه‌ای بر طبقه دیگر است و بنا به احتمال شما دیگر
تشریفی باقی نمیماند و برگشت معنای آیه به این می شود که مؤمنین هرچند بعضی از بعضی دیگر منشعب گشته و به آنان ملحق می شوند، اما همه از نظر رتبه در یک صف قرار دارند و هیچ طبقه‌ای بر طبقه دیگر برتری ندارد و تقدم و تأخری ندارند، چون ملاک شرافت ایمان است که در همه هست. و این همانطور که گفتیم با سیاق آیه مخالف است، چون سیاق آیه دلالت بر تشریف و کرامت سابقی ها نسبت به لاحقی ها دارد. پس جمله و تبعتهم ذریتهم به ایمان الی آخر قرینه است بر این که منظور از جمله الذین آمنو اشخاص خاصی است و آن اشخاص عبارتند از سابقون اولون، یعنی طبقه اول مسلمانان از مهاجر و انصار که در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در روزگار اسرت اسلام به آن جناب ایمان آوردند.